پوشش موهای سفید چرا انقدر چالش برانگیزه؟ سلام، من امیرحسینم. تو این ویدیو تو این چند قسمت ویدیو که به هم مربوطن تماما میام در مورد موهای سفید، اینکه باید چجوری پوشش داده بشن صحبت میکنم. توی فضا مجازی زیاد چیزای مختلفی دیدین که میگن که نمیدونم این رنگا رو بزنید، این ترکیب رنگا رو بزنید، ولی خب زمانی که میزنید بعدش اکثرا گلایه میکنن که چرا مثلا زود پاک میشه. یکی از چیزایی که خیلی میشنویده، یا اینکه خیلی بد رنگ شد. دلیلش خیلی چیزای دیگه. دلیل اینا رو بهتون میگم. البته سعی میکنم هر قسمت رو زیاد طولش ندم و طولش نکنم که و مطالب خیلی مختصر مفید بهتون بگم که سریعتر یاد بگیرید. پس فرق نمیکنه که آرایشگرین، کارآموز آرایشگری هستین یا یه فرد عادی. تمام قسمت این ویدیو به درد همتون میخوره و میتونید بعدا ازش استفاده کنید. خب نکته اولی که باید بدونید اینه که اصلا موهای ما چجوری سفید میشه. ما به دو روش موهامون کلا روشن یا سفید میشه. روش اول با استفاده از مواد شیمیایی مثل عمل بیرنگ کردن مو با پودر دکولور یا هر مواد بیرنگ کننده دیگه که توی تقریبا 1 یا 2 روز، که البته همش توی 1 روز انجام میشه، هیچ وقت 2 روز نمیره آرایشگاه خودمونیم، که توی چندین سری مواد گذاری مو تمام ملانیناش یا همون رنگدانه های طبیعی خودش رو کامل از دست میده، تجزیه میشن و مو میره به سمت بیرنگ شدن. ببین، سفید شدن به معنی نیست که یه رنگی میگیره، نه، بیرنگ داره میشه و چون این مو رو هم قرار میگیره سفید دیده میشه. و این موضوع مثلا خیلی چیزه، میگن که من مو پلاتینه کردم رنگ گذاشته که اونجوری شده. اگه مثلا تا پایه دکولاری بالا 10 و 11 میرفت، ما شروع کرد به بیرنگ شدن، رنگ خاصی نداشت. خب حالا با مواد ما رو ما سفید کردیم. روش دوم گذر زمان و عمر انسانه. هرچی سن ما بالاتر میره موهامون شروع میکنه از دست دادن ملانیناش و هی روشن یه روند سفیدی مو رو طی میکنیم، ولی در طول زمان و چندین سال این موضوع طول میکشه. ولی یه فرق اساسی که بین سفید شدن بر اثر گذر عمر اتفاق میفته و سفید شدن با مواد شیمیایی اتفاق میفته اینه که موهایی که به صورت طبیعی و با گذر زمان سفید میشن رنگ پذیری به شدت پایینی دارن، یعنی اصلا مواد پذیریشون خیلی پایینه. ولی موهایی که با مواد شیمیایی بیرنگ شدن، شما هر چی بزنید روش رنگ میگیره، رنگ پذیری بسیار بالایی دارن و اینکه موها دیگه کلا هم البته آسیب هم دیده، ولی تو گذر زمان موها آسیبی ندیده، موادی نخورده که بخواد چیز بشه، آسیب ببینه. خب نکته بعدی که باید بهش توجه کنید توی همون اول کار اینه که آقا اصلا روند سفید شدن موهای ما به چه شکلیه. خب ببینید، اگه دقت کنید دیدین که مثلا طرف میاد موها رو بیرنگ میکنه، حالا با مواد دکولوره یا هر چیز دیگه، موها اول میاد قرمز میشه، بعد میاد نارنجی میشه، بعد زرد میشه، بعد سفید در میاد اصلش. این توناژا و رفراهای اصلی هن که داخل موهای ما هست و با بیرنگ کردن هر مرحله، هر مواد گذاری هر مرحله، اینا مرحله به مرحله روند بیرنگ شدنشون طی میشه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا تو روند معمول که ما سفید میشه بر اثر گذر زمان آیا همچین اتفاق میفته؟ جواب بله است. فقط فرقش اینه که شما اونو تو 1 روز دارین میبینید، 1 یا 2 روز دارین میبینید، براتون قابل توجه میشه، خیلی محسوسه، دارید میبینیدش. ولی تو گذر عمر که همین در چندین سال مختلف داره اتفاق میفته، شما متوجهش نمیشین، چون هر روز دارید این نگاه میکنید، فکر میکنید که نه ما یهو سفید شده، چون که به چیز توجهی نمیکنید. در صورتی که تو سفید شدن طبیعی ما هم همین روند رو ما داریم، یعنی که ما اول میرن به سمت قرمزی، بعد میرن به سمت نارنجی شدن و بعد حاله‌های زرد رنگ پیدا میکنن و بعد کامل بیرنگ میشن و سفید میشن، یعنی عملا کاملا ملانینش رو از دست میده و هیچ رنگدانی داخلش نمیمونه.
پس این دوتا خیلی شبیه هم دیگه روند سفید شدن، فقط یکیشون خیلی زمان بره و چندین سال طول میکشه به صورت طبیعی، یکیشون تو 1 یا 2 روز با چندین مرحله مواد گذاری انجام میشه و قابل دیدن، قشنگ قابل تشخیص کامله. خب چیز بعدی که باید بهش توجه کنید، نکته بعدی یادم میرمش چی میخوام بگم، نکته بعدی که باید بهش توجه کنید اینه که قسمت کوتیکول یا قشر بیرونی مو که فلسه مو رو تشکیل دادن تو موهای سفید به شدت بسته است، یعنی کیپه هیچ قبول نمیکنه. در اینکه رنگ پذیری و مواد پذیری موهای سفید طبیعی خیلی کمه، همینه که فلسه موهاشون خیلی بسته است، اصلا مقاومت خیلی شدیدی داره و به همین راحتی باز نمیشه. یکی از چالشایی که مثلا خیلی از کسایی که کار رنگ انجام میدن یا کار احیا صافی انجام میدن همینه، مقاومت بالای این نوع موهاست که مواد رو راحت نمیگیره یا اگه هم بگیره راحت از دست میده با یه بار شستشو. به خاطر همین مثلا که اگه مو چیز باشه، زخیم هم باشه، که دیگه این اتفاق خیلی بیشتر و چالش خیلی بزرگتری داره. خب یه سری نکات اولیه رو یاد گرفتید، این اولین قسمتش بود از پوشش سفیدی. امیدوارم که کمکتون کرده باشه. تو قسمت‌های بعدی مطالب خیلی بهتر، مهمتر و پایه‌ای‌تر بهتون میگم، به غیر از این که حالا یاد گرفتیم که موها سفید میشن، چه تونژ از دست میدن و چیز، حالا باید چجوری رنگشون کنیم، چجوری پوشششون بدیم و چجوری اصلا باید چی کار کنیم که این موها وقتی که رنگ میگیرن خیلی دوام بالاتری داشته باشه. چون اصلا کلا اصولا رنگ مو اگه به صورت مصنوعی باشه اونقدر که فکر میکنن دائمی نیست، که مثلا میگن رنگ موی دائمی، نه، با شستن یا کم رنگ میشه یا میره. خیلی باید شارژش کنید هر سری، این که مثلا فکر کنید که دائمی میمونه، نه، مخصوصا که موام سفید باشه. خیلی ممنون که اولین قسمتش رو دیدین. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، شیر یادتون نره. تو بخش کامنت ها حتما اگه سوالی یا مطلبی به ذهنتون رسید، موضوعی که میخواید در موردش صحبت بشه ولی میبینید جای زیاد صحبت نمیکنن، حتما مطرحش کنید، بهم بگید. من ازشون ویدیو میسازم. تو سریع نمیتونم بسازم توی مدت زمان کوتاه، ولی تو آینده چرا حتما ازشون ویدیو میسازم. و ممنون که تماشا کردین. شب روزتون خوش و خدا نگهدار.